جوانای خوب خدا همتان نگه دارم، در مسافریان سلامتتان دارم. انشالله خدمت شما در مسافرت ها این مثل ثواب جهاد در راه خدا را دارم، برای که برای تامین روزگارتان میرین، برای خاطر تامین فرزندانتان میرین، برای زندگی پدر و مادر خوب کردن میره. اول نصیحت من برای تا این است که نمازاتان خوانید چند، زیرا که خداوند به این زیبایی و به این چشمهای شهلا و بینا و به این گوش و شنوا، به این استعدادی که شما را داده، این نعمت شکرانش نماز جمع. وقتی 5 وقت نمازتان خوانده خدا از شما راضی میشه، خداوند گناهاتان میشه، خداوند رزقتان فراخ میکنه، که خداوند دولتتان زاید کنه، عمر درازتان توی کلمه لا حول ولا قوة الا بالله را بسیار گوی برای از بلاها خودتان نگه داشتن. خداوند همتان ده سلامت دار و رزقاتان فراخ کنه، کسب و کاراتان و برکتی، همتتان در ساختمانی با این مکتب و مسجد با زایدتر گردان. این پسنداز نترسید، دادن گریبچن خدا